معنیش جزء دیگر شخصیت‌های پررنگ داستان می‌باشند که هر کدام دارای ویژگی‌های شخصیتی و ذاتی خاصی می‌باشند که در طول داستان برایشان اتفاقات متفاوتی رخ می‌دهد. که شرایط روبرو شدن با این مشکلات در رمان چین خوردگی در زمان به گونه‌ای است که در اون مایه اصلی داستان را علاوه بر تخیلی بودن به سمت مسائل مذهبی هم سوق می‌دهد. تم و موضوع اصلی رمان چین خوردگی در زمان به گونه‌ای است که بتواند اعتقادات مذهبی و خیر و شر را به کودکان و نوجوانان آموزش دهد. مازلین می‌خواهد در این کتاب به کودکان و نوجوانان آموزش دهد که خیر و خوبی‌ها همیشگی هستند و هیچگاه از بین نخواهند رفت و اینکه چگونه باید با ظلم و بدی‌ها مبارزه کرد. در طی آن چارلز موری، پسر بیش‌فعال خانواده، در طی اتفاقاتی که در طول سفرشان می‌افتد، زندانی نیروهای شروری می‌شود و برای نجاتش مگ می‌تواند با یک نیروی ذاتی ماورالطبیعی برادرش را احیا کند. او در این بخش می‌خواهد مسائل مذهبی را در مورد حضرت مسیح و خداوند گوشزد شود که با خواندن کامل داستان متوجه آن خواهید شد. بدون شک یکی از بی‌نظیرترین رمان‌های نوشته شده تا این زمان میباشد. از نظر اکثر تحلیلگران و منتقدان این رمان بیشتر معنوی میباشد که میخواهد در قالب یک داستان تخیلی علمی به ما بفهماند که خداوند چقدر در زندگی ما تاثیرگذار است و در هنگام سختی‌ها و مشکلات به ما یاری میرساند و عشق و محبت‌های الهی را در زندگی به ما نشان میدهد. مازلین در طی زمان فعالیتش در زمینه رمان‌نویسی بیش از 60 اثر را خلق می‌کند. از آنجایی که داستان رمان چین خوردگی در زمان به گونه‌ای بود که با استقبال بی‌نظیری روبرو شد، پس از گذشت مدتی فیلمسازان تصمیم به ساخت نسخه ویدئویی این داستان گرفتند که این فیلم به تازگی ساخته شده و برای نمایش به اجرا درآمده است و همانطور که انتظار می‌رفت به دلیل داستان قوی که داشت، این فیلم کارنامه بسیار درخشانی داشت و مردم و منتقدین بسیار از آن استقبال کردند. همانطور که گفته شد، این کتاب آنقدر قوی نوشته شده که با یک بار خواندن آن بیشک می‌خواهید باز هم آن را بخوانید و برای دیگران بازگو کنید. البته که این رمان در بین مردم کشورهای دیگر به خصوص مسیحیان به شدت معروف و بی‌نظیر میباشد